سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم هر جای از دنیا هستین خوش و خندان و سرحال باشین. امروز مشکلی خرید کنم. امروز دیگه قنجقه عالی جنابم دوم شارگشتی یک شهر انده یک شهر گنده که بخدا هیچ چیز پیدا نمیشه، نه یک مغازه سه، نه یک رستوران سه، نه یک هتل سه که مو یک نانمان بخوری. دیگه امیدوارم که بتونم یک ویدیو قشنگتر بخششون تهیه کنم. دیگه ایشان را شاید اکثریتشون بشناسین، اگر نشناختین ما بخششون میگیم که کی هست و چطور هم در امروز قد از ما. دیگه ایشان که هست بری ما هم کم کم صحبت کنم. ها دوستا، اینجا زاویه چون آفتاب از پشت سر می متوجه هستین، یک کم چهره از تاریک می سیاه می. دیگه بخشش باشه مقصد اگر اینجوری دنده عقب دیم خموشه ولی خطا متا نشنیده گر. دیگه ایشان که هسته شاید اکثریت شما عکسایش که استوریک دادم اوش که داشتین. اوی دیستم خیلی لرزنه. گفته مردم ها که این خاتون میه. دیگه یک سلام هم کنتون بخشید دوستا و بینین. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشین در هر جایی هستین. فرین خوشحال در کنار خانواده خوب. اونایش که مجردشین؟ اونایش مجرد خوب، بازم خانواده داره دیگه. شاید در خارج باشد. ها خارج است، قد رفقای خوب، قد کار دوستای خوب، خوب، قد دوستای خوب، قد کل اما مردمی که در منجا وجود داره. خوشحال باشه. خوشحال باشه. تشکر از تو انگه. و دوستای عزیز، ما شهرگاریانا رم اما هر جایش که رفتی باز بخششون ویدیو میگرم. آردیم قصه های خرمنی، گفتگوهای خرمنی اما را کوششم یک ویدیوی بهتر بلدیشم بگیرم. از این چکر میشه دیگه، چکر دو نفری اولین چکر میشه دیگه که ما قد از هم دوم دیگه. شهرک آریانا هم ده شهرکی که گاه قدر میمادم ماغل والا ازم زیاد بودین چی فعلا کلگیش کج رفته در جبرائیل دیگه اون قدر نمانده اینجی. امروز فقط همت یک چکر آمدی گفتی بری تا شهرک آریانا یک منظره داشته شهرک آریانا باش ما منظره هایش رم در شما ویدیو بگیرم. خوب شهرک هست نه ولی عیبش که دور از شاره، دور از سرک شخدر خطر داره، تیلر زیاد مرمه اگنش از جبریل که ای بالا نه سرک هایشی پیراخ دیگه کچه مچهش خوب شه. خب دوستای عزیز، ما رسیدی در اوزی شهرک آریانا، اوزی که فعلا خالی تابستانا دیگه اینجی از دیست شلوغی جای پیدا نمیشه. یک دفعه ما اینجا دادم تابستان توی دم دید حال میجی ما خیلی رزت دوم دیگه نه. خب این رقم جایای دیگه اینجا دوستای عزیز، جایش خالی مقصد او نه جایش خالی نه یاش قدر چطله فعلا. گاه اینجا چای خانه بود دیگه، قهوه میداد، چای میداد، نوشابه، انرژی، همه اینا بودک. ولی اینش خم خالیه خالی. اینجا حوض آب بازی بود، حوض آب بازی. به نظر مردا زیاد آب بازی میترفه که مگر بالتر. نه اوناش که فامیلی ما اونو دور کست کوچکتر بود، گاه که مو میماد زوستان ریزه اونو طرف بازی میکرد، اونونج که تاین اینج بود. دیگه این رقم اونو بچم خیلی بازی اونج بازی نه بری بخشی. خب اینجا بسته. خیر اون تو دروازه از اون طرف شماری اینجا هم بسته بود، باید بری از اون طرف شی. دیگه اینجا ما دی گشت زدی، مقصد چندان آدم دلپور نیه، مقصد با آن هم خوبه دیگه. خلوت بودیم روز شلوغی های گینه نیه. قبلا که بود این موقع دورانی
ما قبل تاریخ دیگه نه خیلی اینجا شلوغ بود فعلا خیلی خلوت پاکیزه دیگه حتی روزای جمعه هم آل خالیه اینجا یعنی نفر هست ولی مثل سابق نه توپ کو اگه تا برید نمو پری تا توپ کو تا بپرو گم شو ویدیو را او توپ کو تو بیا توپ که ما بفهم تو توپ میتونی یا نه نه اول تو توپ کو که ما بفهمم ماییم هم یالی؟ اره نه ماییم اینجا استادیم بیا نه ماییم یک بار پاس میشه زاریک پیش خیره خیر بیا بری خب الا این سنگه نزین چی بیا بری اینیم هرات البته دوستا اگه زوم کنن تصویرش خراب میشه ولی ما یک کمک بخشیشون زوم کنیم که نمیفهم دیگه اونجا که معلوم میشه در تصویر کجای هراته تو میفهمی؟ نه این که چشتی هراتی ولی نمیفهمی مم رسیدی در شهرک رویایی که نمیفهم اینجا به نظریم مردمش سکونت دارن اینجا چقنه باغچه باغانچه هم یک باغچه هم که زود رایتی لوکس جاهای با خدا اینجا خانهش هم یعنی چقنه ولی لوکس از این مدل خانه اینجا قدره البته خیلی قدر نیست 3-4 دانه بیشتر نیه ولی قدر حساب میشه ما دیگه گشتی بزنه اینجا ولی شهرگاریانا خیلی قشنگه نیه خداییش فقط بدیش اینجا که یک مکتبی سه نداره ها یک دکان مکان نیه اگه نه بهترین جایه ولی زندگی البته خواب جبرائیل هم اومد بود نه چقدر تمیز بود این حال مثلا گسبا که بال میشه از بس که اون گسبا ما قابل شدم این بیرون رفته پسنده دیست ببینی خیلی فقط میگه سلنسر موتوره دیست دادم بخسیام شه این خانهایش خیلی لکسنیه اون روشم تقریبا دمی نقشه خب گران هیوید والو استاد کولای شی مقرقره تیلو بری نه پشتون انگلیسی نه فارسی نه آذرگی یعنی زی سر تصویرش خوب شما سلیکم نوربند و جلجلی دوستان عزیز دیگه ما ویدیو خنزین استاپ منون تا کم پایین نرفته نمیگرم ویدیو به خاطر که کم تیز بری نوقت شدم ماشین بازگیر نمی از اینج که پس جبرائیل بری دیگه امزو خاطر اول کلی خرست کنم منگه اینایی خب دیگه اینال ویدیو رو قدنم که کم تیزتر بری تا تیلور برسید باز تیلور از بین شهرگی آریانا از او لبی اوز اونجا دوباره بخشش ویدیو میگرم یک دیدن کن ما هم تا او دقیقه دیگه ویدیو ما استاپ منم تفسیر نه؟ خب دیگه دوستای عزیز خداحافظ تا ویدیوی بعدی دیگه خدا نگهدار شم دوستای عزیز این بود ویدیوی امروز از ما قد نیلوفر کاظمی دیگه تا ویدیوهای بعدی شما رو در الله پاک و بینیاز میسپارم امیدوار هستم از این ویدیو خوشم آمده شه و لذت برداشتین دیگه فیلم بردار نداشتیم میگم بعض جا از کمره سلفی استفاده کردیم و بعض جا کمره پشت سر شی دیگه گشتیم مقصد خیلی خوشایند نیه چون خلوت شده هیچ کس نیه دیگه خوب بود تا جای را بد نبود خدا حافظ و ناصر شما در پناه حق باشین بای بای